سلام دوستان، خشایار هستم. خیلی خوشحال هستم که با یک قسمت دیگه یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. امروز درباره استوری تلینگ صحبت می‌کنم. استوری تلینگ یکی از اون مهارت‌هاییه که من تو مورد بخواندن مختلفی که هستم با کارمندا با آدمای فنی به این نتیجه رسیدم که خیلی از ماها میتونیم یکم بهتر باشیم توی استوری تلینگ. بنابراین تصمیم گرفتم که تجربیات خودم رو با شما به اشتراک بذارم. آدینس من کسایی که فکر می‌کنم که این مطالبی که بهشون میگم براتون تعریف می‌کنم هست براتون بیشتر مفید باشه. کسایی هستن که یا آنترپرنور هستن، فاندر هستن، بیزنسمن هستن، بیزنس وومن هستن، یا شغل فنی دارن، یا مدیریت شرکتی دارن. به نظرم این نکات خیلی به درد من می‌خوره. کسایی که مد نظرم نیستن، کسایی هستن که کار آنلاین می‌کنن، فیلم‌مکینگ می‌کنن، داستانشون رو تعریف میکنن. خیلی متفاوت‌تره و من هم تخصصی ندارم. برای نکاتی که میگم و لطفاً توی این کانتکست پروفشنال بیزنس مایندست یا آنترپرنور یا فاوندر در نظر بگیرید. امیدوارم که براتون موفق باشه. من فکر می‌کنم این برنامه رو توی دو قسمت ضبط بکنم. قسمت اول بیشتر درباره اهمیت استوری تلینگ صحبت میکنم، درباره یه تمپلیتی که چجوری میتونید داستانتون رو تعریف بکنید صحبت میکنم و یه سری فریم ورک اولیه رو براتون بیان میکنم. توی قسمت دوم سعی میکنم که یه سری قاعده هایی که خودم رعایت میکنم وقتی که میخوام داستان بگم و بیان بکنم با شما به اشتراک بذارم که در مجموع این دو قسمت فکر کنم 10 دقیقه شما بتونید حتی یه استپ کوچیک کمک بهتون بکنه که وقتی که میخواین داستانی رو بگید بهتر اینا ارائه بکنید. خب بریم سراغ مطالب. چرا استوری مهم هستن؟ استوری به نظر من معنا میتونه که احساسات شنونده‌تون رو برانگیخته بکنه. استوری ها، داستان ها یک جرنی رو میتونن توی ذهن مخاطب ایجاد بکنه که این جرنی از کجا شروع شده به کجا داره میره. داستان ها باید درباره تغییر باشد. ما وقت تو کانتکست بیزنس هیچ وقت نمیایم درباره یه چیزی رو بگیم اگر مد نظرمون یک تغییر نباشه. اگه دنبال یک تغییر نباشیم ما تاریخ نگاری نمیخوایم بکنیم. دنبال این تغییر هستیم، میخوایم بگیم که اینجا هستیم، میخوایم اینجا برسیم، اینا میخوایم این نقاط رو میخوایم به هم متصل بکنیم توی ذهن شنونده. حالا به هر دلیلی میخوایم متقاعدشون بکنیم، میخوایم بگیم که این اپورتونتی که هست باید ازش استفاده بکنیم، میخوایم بگیم که توی مارکت تغییراتی ایجاد شده، رقابت زیاد شده، به خاطر رقابت باید استراتژیمون عوض بشه، یا میخوایم اطلاع بهشون بدیم و به خاطر این اطلاع رسانی دنبال این هستیم که استیک هولدرامون، اون کسایی که در واقع اینوستور ما هستن یا اینترستی دارن، علاقه دارن به کاری که ما داریم میکنیم، مطلعش بکنن. ولی در هر صورت این تغییر خیلی مسئله مهمیه که استوری is all about change. اول از همه نکته کار اولی که باید بکنید اینه که شفافیت داشته باشید که مقصدتون دقیقاً کجاست. باید مقصد توی ذهنتون کاملا مشخص باشه. اگر که کاملا این مقصد رو ندونین که چی هست، ممکنه وقتی که داستانتون رو تعریف میکنید شنونده به مقصد دیگه برسه که مد نظر شما نبوده. بنابراین کلاریتی خیلی مسئله مهمیه توی همه مسائل زندگی. البته مهمه توی استوری تلینگ هم خب مستثنا. قدم دوم اینه که هدفمون رو مشخص بکنیم. آیا ما می‌خوایم اطلاع رسانی کنیم؟ آیا می‌خوایم که آموزش بدیم؟ آیا می‌خوایم که کسی متقاعد بکنیم؟ آیا می‌خوایم کانکت بکنیم دو تا مسئله رو با هم؟ هدفتون رو مشخص کنید که دقیقاً چه هدفی دارید. بعدش به این که شنونده‌هاتون کیه، آدینستون کی هست، آیا اگزیکیوتیو هستن، آیا اینوستر هستن، آیا کارمندتون هستن، آیا همکاراتون هستن یا هر کس دیگه. بنابراین اینکه وقتی که شنونده‌تون رو مشخص بکنید
لول دیتیلی که باید با اونا به اشتراک بذاریم متفاوته. گروه های شنونده متفاوت هم معمولا علاقه متفاوتی دارن. مثلا اینوسترها شاید به وضعیت مالی توجه کنن یا به اینویشن توجه بیشتری داشته باشد. یه سری از گروه ها مثل کارمنداتون ممکنه که مثلا به ایمپروومنت توجه داشته باشن، چجوری چیزی بهبود پیدا میکنه، چجوری کارهای یک سیستم بهتر میشه. مثلا آدمایی که معنی هستن معمولا خیلی توجه میکنن به میزان افیشنسی که اون سیستمی که داره. یا مثلا میتونه یه سری از شنونده هستن که به ریسک ها خیلی علاقه‌مند هستن که چه ریسک هایی وجود داره و چه جوری میشه که اون ریسک ها خنثی کرد یا کم تاثیر تر کرد که اگر اتفاق افتاد تاثیر بزرگی نداشته باشه. بارها هممون هستیم توی شرکت ها گروهی هستن که هر کدوم از این موضوعی که گفتیم علاقه بیشتری دارن. من با دیوابس وقتی حرف میزنم خیلی علاقه به ریسکایی دارن که این سیستمی که این تغییری که ما می‌خوایم ایجاد بکنیم چه ریسکی به کل سیستم ایجاد میکنه یا برای بیزنس ایجاد میکنه. مارکتینگ ممکنه برند و رپیوتیشن براش مهم باشه، اکزیکیوتیو ها ممکنه براشون اینویشن بیشتر براشون مهم باشه. بدونید که شنوندتون دنبال چه موضوعی هست، چی براش اهمیت بیشتری داره. این نکته دوم. پس اول هدفمون رو مشخص بکنیم، دوم اینکه مشخص بکنیم که شنوندمون دنبال چی هست، چی براش اهمیت بیشتری داشته باشه. سوم این مسئله که باید اینو مشخصش بکنیم اینه که در واقع چی رو ما می‌خوایم امفاسایز بکنیم، چی اهمیتش رو باید بیشتر بدیم. وقتی شما داستانی تعریف می‌کنید همه این نقاط اون داستان یه اهمیت نداره. یک سری از هایلایت ها هست که شما می‌خواید روش امفاسایز بکنید، روش می‌خواید تاکید بکنید. بنابراین این همون شفافیت هست که ما اولش گفتم. شفافیت داشته باشید که در واقع هایلایت داستان شما چی هست، چی می‌خواید روش امفاسایز بکنید. بعد میان داستانتون رو پلان می‌کنید، میان برنامه‌ریزی می‌کنید که این داستانتون چجوری بگید. همیشه قبل از اینکه شما داستان رو بگید یه آوتلاینی از این داستان رو روی کاغذ بر خودتون ترسیم بکنید، یه مختصری تشریح بکنید که این داستان چی هست، از کجا میخواد شروع بشه، به کجا میخواد برسه، چه نکاتی حتما میخواین مطمئن باشین که گفته بشه، توش تاکید روش بشه، چه تغییری میخواین کانوی بکنید، چه جوری میخواین این نقاط مختلف رو به هم متصل بکنید. حداقل چند دقیقه وقت بذارید یه آوتلاین درست بکنید که بتونه بهتون کمک بکنه که در واقع افکارتون رو متمرکز تر بکنید. معمولا تمپلیتی که من استفاده میکنم برای این آوتلاین 5 تا مرحله داره. اولین مرحلهش اینگیجه. سعی میکنم که بگم که توی این مرحله end state چیه، من میخوام به چی برسم. مثلا میخوام برسم که I want to raise money، من میخوام پول ریز بکنم اگر با اینوستور حرف بزنم، یا میخوام بگم که این استراتژی میخوام عوض بکنم. سعی بکنید که وقتی که این استیتمنت رو میگید، وقتی که اون تزتون رو میگید، supporting argument بگیرین که مثلا بگید که مثلا اگر میخواین که conversion rate سایتتون بره بالا، میخواین بگین که حالا سیچویشن در واقع تو مرحله دوم در واقع که چیه، وضعیتمون چیه، چه اتفاقات افتاده، این هیستوری که هست داستان از کجا شروع شده. مثلا به همون وبسایت ای کامرس که بریم، میخوایم بگیم که ما برای مدت ها مثلا کانورژن ریت ما از مشتریایی که بازدید کننده سایت ما هستن 10% بوده و این خوب بوده و سیچویشن رو کامل توضیح میدیم و بعد میگین که یه روزی این اتفاق افتاد، این کامپلیکیشن ایجاد شد، این تغییر ایجاد شد. مثلا میتونیم بگیم که رقیب ما اومد و از یک تکنولوژی جدیدی تو محصولش استفاده کرد، مثلا اپل پی اضافه کرد، مثلا چکاوتش رو بهتر کرد، یا مثلا قیمتش رو شفافتر کرد. هر گونه تغییری که سیگنیفیکانت داره توی این داستان شما. و وقتی من این کامپلیکیشن رو گفتید، میایین ایمپلیکیشنش رو میگین که به خاطر این تغییر، به خاطر این شیفتی که اتفاق افتاد، به خاطر اینکه رقبای ما محصولشون رو آپدیت کردن و بهترش کردن یا از تکنولوژی جدیدتر استفاده کردن، موجب شد که
این اتفاق برای ما بیفته موجب شد که کانورژن ریت وبسایت ما از 10% بیاد پایین‌تر، مثلا 7% بشه، 5% بشه. بنابراین میگیم ایمپلیکیشن اون تغییر چه بوده. بعد میاین سولوشنتون رو ارائه میکنین، میگین که ما به خاطر اینکه الان خودمون رو ادپت کنیم، تطابق بدیم با این شرایط جدید، این رو کارا ارائه میکنیم. خیلی ساده است. میتونید حتی مثلا خیلی ساده حتی انگیج اولی هم نکنین، بگین سیچویشن چیه، کامپلیکیشن چه بوده. کامپلیکیشن حالا میتونه یه کامپلیکیشن باشه یا چند تا کامپلیکیشن باشه، میتونه فقط یه رخداد نباشه که این تغییرات این رویداد نباشه، میتونه چندین باشه، نیاز میذارین کنار هم. بعد میگین که ایمپلیکیشن این رویداد چی بوده، در نتیجه این تغییرات تحولات چه اتفاقی بر ما افتاده، میان اینو توضیح میدید و بعد میان سولوشنتون رو ارائه میکنید. این خیلی تمپلیت ساده ایه که برای اینکه داستانتون خیلی خطی به صورتی که بتونه آدینس اینا دنبال بکنه، فالو بکنه، بدون اینکه در واقع نان لینیر نیست که مثلا بعضی از فیلم ها رو میبینیم مثلا نان لینیر، کمی از آخر نشون میده، کمی از وسط، بعد شما خودتون نقاط متصل بکنید. به نظر من هر چقدر که فلو داستانتون، روند داستان خطی تر و در واقع روی تایملاین باشه، از گذشته شروع بشه و به حال برسه و بعد آینده تصور بکنه، برای شنونده خیلی راحت تره که این مسیر داستان رو دنبال بکنن. بنابراین یه بادی خلاصه میگم سیچویشن چه سیچویشنی هست الانه یا بوده، کامپلیکیشن چه اتفاق افتاده، چه اتفاقهایی افتاده که تاثیر گذاشته، بعد این تاثیرش رو میگی. حالا میتونی از مثلا مخاطبتون بپرسین که قبول دارین که تاثیر گذاشته، موافق هستین که ما باید یه تغییر جهت بدیم، و بعد میایین درباره پلنتون یا سولوشنتون صحبت میکنیم، میگین که سولوشن من بخواد برای این تغییرات یا همچین چیزی. خیلی ساده تو 4-5 استپ میتونین اینو برسونین. این تکنیکا توی فیلم ها هم حتی هست، مثلا پیکسار یا دیزنی. تقریبا میتونم بگم که همین حالت خطی که میره جلو معمولا اینجوریه که میگه once upon a time یه روزگاری اینجوری بود. بعد یه کمی از داستان نشون میده که روزهای این شخصیت داستان، روزهای عادیش اینجوری میگذشت. بعد یک روزی میاد یه اتفاق عجیبی میفته که متفاوته. حالا میتونیم مثلا به سیندرلا فکر بکنید، روزگارش رو نشون میده که اینجوری روزاش میگذشته، توی همشون وضعیتی بوده، بعد یک روزی اتفاقی میفته، به خاطر اون اتفاق دنبال تغییری هست، این براش این اتفاق میاد، میگه که ایمپلیکیشن اون اتفاق چیه، و بعد یه سولوشنی میاد ارائه میکنه که در واقع اون تغییر رو توی حال زندگیش تو روند داستان ببینی و معمولا داستان ها با خوشی تمام میشه. این نکات فقط خواستم مقایسه بکنم که این روند ستوری تلینگ تطابق هم داره با داستان های زیادی که مالا کمپانی خیلی معروف، کسایی که به صورت حرفه‌ای این کار میکنن، تطابق ضمنی حداقل داره با نوع استوری تلینگی که شرکت مثل دیزنی یا پیکسار استفاده میکنه. توی قسمت بعدی سعی میکنم که یکم بیشتر درباره قوانین، چیزایی که من یاد گرفتم به درد بخور بوده استفاده کنم، چیزایی که اینا تیپس شاید مثلا قانون نانوشته باشه، میام اونو بیشتر توضیح میدم. حالا تا قسمت بعدی همتون رو به خدا میسپارم، امیدوارم شاد و سلامت باشید.